بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی تنها این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب بگردانید، مگر نیکی واقعی از آن کسانی است که با خدا روز جزا و فرشتگان کتاب و پیامبران ایمان آورده اند، مال خود را با وجود محبت به آن به خویشاوندان، یتیمان، مسکینان و ماندگان در راه، سائلان و برای رهایی بردگان پرداختند، نماز را به تمام و کمال ادا کردند، زکات را پرداختند و کسانی که چون پیمانی بستند به عهد خیش وفا کردند و در برابر سختی ها و بیماری ها و در هنگام کارزار از خود شکیبایی نشان دادند. همین هایند که راست گفتند و همین هایند پرهیزگار.